این آغاز کشاده‌شوی مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 45 در ناحیه شهر نو میباشد. در رسم کشاده‌شوی این دبستان یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده، وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان نورالدین سعید و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر نو اشتراک نموده قید کردند که رشد علم و معارف، تربیت نسل نورس و به کمال رساندن جوانان دانشمند و صاحب معلومات از جمله وظیفه‌های افزونی است که دولت صاحب استقلال ما در نزد استادان و آموزگاران و عموما زیایان و اهل معارف گذاشته شده است. باید گفت که مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 45 که با ابتکار صاحبکار جورابک سفروف ساخته به استفاده داده شده است، دارای 14 صنفخانه و حجره‌های معتادی میباشد. برای 360 نفر خوانندگان مؤسسه زمانوی که به طلبات امروزه جوابگو است بنیاد نمودند. در این مؤسسه همگی 360 خواننده تعلیم می نماید و همه تجهیزاتی که امروز در این مؤسسه ساخته شده است فراهم آورده شده است به طلبات امروزه ما خیلی هم قناعتمند است. بعدا نمایندگان وزارت معارف و علم، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر نو باز یک مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 25 و یک کودکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. این مکان علم و معرفت نیز با تجهیزات زمانوی مجهز گردانده شده خوانندگان میتوانند در آن علم و ادب آموزند. این همه بهر آن است که ما سیاست امروزی پیش گرفته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان سروری معارف پروری معظم ما پیشوای معظم ما پرزیدنت کشور را باید ادامه دهیم و حرکت کنیم که فرزندان برای خلق و وطن برای وطن عزیز ما یک بسیار صداقتمند و بسیار وطن دوست رو تربیت کرده برای خدمت خلق و وطن روانه کرده توانیم. از جانب جوانان و نورسان کسب آموز نمایش هنرها دایر گردید. همین است که نورسان و جوانان ناحیه شهر نو جواباً به غمخوری‌های حکومت مملکت تمام سعی و تلاش خویش را به دانش اندوزی، انتخاب کسب و هنرهای معاصر، آبادی و پیشرفت سرزمین اجدادی، حمایت وطن، رشد علم و تکنیک و بنیادکاری روانه ساختند. در کاخ فرهنگ ناحیه شهر نو با جوانانی که در المپیادهای ناحیوی، منطقوی و جمهوری اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال نمودند، دیپلم، مدال و تحفه‌های خاطروی از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی سپرده شد. در آخر به خاطر بلودگی اشتراکچیان از طرف جوانان با استعداد یک برنامه فرهنگی و فراغتی پیشکش کرده شد.